ګران دوستانو سلامونه او احترامونه ښه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز، عرض سلام و تمنیت نیک بنده و در مجموع تلویزیون پیام افغان عرض میشه. امیدوار هستم هر کدام شما با آغاز سال با بهاری که البته همه را حیات میته و زنده میسازه، از خواب زمستانی بیدار میسازه و هوشدار دهنده هست که آغاز کار، آغاز فکر جدید برای آینده یک سال که البته طبیعت بهاری داره و تابستانی و خزان و زمستانی چون حیات بشری، اما تو مغز انسان بیدار می سازد تا تصامیم جدید برای سالی که در پیش است داشته باشه. در بهار مغز انسان القا میشه، مغز انسان هسته گذاری می داره تا هنگام درو و حاصلات و با تصامیم جدید و امور محوله آغاز به کار می داره. به هر حال دوستان عزیز، تا بهار امسال با یک ثانیه آغاز میشه در افغانستان که یقینا ثانیه آفرین هست و حوادث بیشمار دلخراش به گوش و چشم میرسه، مگری به حد فاجعه عمیق و تکان دهنده بوده که جوامع بشری را تکان داد، لکه به دامان بشر گذاشت، لکه به دامان کسانی که از حق بشر دفاع می‌داره، لکه به دامان ایمان و تقوا گذاشت، لکه به دامان قرآن گذاشت، لکه به دامان او کسانی که از خدا و پیغمبر پیروی می‌داره و یقینا دین برحق داریم، طعنه و لکه به دامان اونا گذاشت. دوستان عزیز، آنطوری که جهان خبر شده و این ثانیه و حادثه جهانی شده، از یک حادثه مجرد و بسیار عادی رخ داده و توسط یک چند نفر کسانی که از خدا و پیغمبر و کردار و سنت پیغمبر و متن قرآن به فرسخها دور بوده آغاز شده. این جرقه و این سپارک گفته امریکایا از امری یک مولای احمق و جاهلی که قرآن به دست داره مگر متن قرآن نمیدانه، از پیغمبر و حدیث پیغمبر میگویه او را تعقیب نمیداره و نمیدانه که پیغمبر کی بود، قرآن چی میگویه، حدیث پیغمبر چی سفارش داره. از یک مولای عادی جاهل و احمق ای آغاز شده ای فتوایی که گویا یک دخترک در مسجد شاهد دو شمشیری ولی که ما افغانا کسایی که در افغانستان زیستن میدانند که مردم برای نظر و دعا و دعایه به این مسجد سرازیر می شدن و سالهای مدید در جوار ما، جایی که ما حیات به سر می بردیم در کابل، این مسجد و یا محل زیارت شهره بود و مردم او را به حیث یک محل مقدسی که اسلام توسط یک چند نفر عرب به افغانستان وارد شده و در این محل این شخص مقدس که برای اسلام می جنگید شهید شده، با دو شمشیر خود با کفار می جنگیدن. به هر حال گذشته ها و تاریخ بگذاریم، مگر این ثانیه‌ای که اگر قرار باشه که در تو محلی که شما می بینین دوستان عزیز به وقوع پیوسته یک دخترک عزیز ما، یک توتی جگر ما، یک خوارک ما، یک دخترک ما در همه تو محل مقدس، یقینا در همه تو جایگاهی که پر از قرآن هست، با لطوکوب و زیر پاهای یک چند نفر وحشی خرصفت، حیوان صفت که حتی حیوان شرف داره، با همه تو انسانای وحشی که از همه چیز بیخبر هستند، خواهر خدا، اولاد خدا زیر پاهای لگد و وحشیانی خود قرار میته و با یک حساب با سنگ و چوب بالای این دختره که بی دفاع وار میکنن. طوری که شما میبینین
این دختر بی‌دفاع و بیگناه که برای زیارت و برای تلاوت قرآن عظیم الشان به این محل وارد شده و به اتهامی که قرآن در دادن، مگر بیخبر از این که ایر نگذار راسخ جان مصطفی جان، او فیلم دیگر ایر بگذار با. و دوستان عزیز، زیر پاشنی یک چند نفر جاهل قرار میگیره، زیر لگد یک چند نفر حیوان صفت قرار میگیره با لباس غربی مزدورانی که شما میبینید پسر نااهل وطن فروش پست که خواهر خدا نمیشناسه، مادر خدا نمیشناسه. در حقیقت همی دختره که 27 ساله مادری بود برای ما، دختری بود، خواهری بود و بالاخره افغان و یک مسلمانی که قرآن حفظ کرده، دوستان عزیز، زیر لگد این جاهلا قرار میگیره. این افغانستان تکان داد، جهان تکان داد، جوامع اسلامی، کسایی که یقینا واقعا از متن اسلام با خبر هستند که متاسفانه بسیار کم ما میبینم در اجتماع افغانستان، از سطوح بالایی که تبلیغ میدارند تا و کسایی که کورکورانه اسلام پذیرفتن، در خود اعمال ما اسلام هیچ وارد نشده. متاسفانه اگر واقعا به اسلام مراجعه سوا، سطر عورت یا خانم یا تعجیز یک نفر بیگناه و بیمدد، یعنی وظیفه یک مسلمان است که او را حفظ کنند. در اینجا یک شخص که ذری ایمان در دل از او بوده باشه و ذری تقوا و فرهنگ افغانی که از ناموس خود دفاع بدارن و غیر حق و بی‌دفاع بالای خواهر خود او را لگدمال بسازه، بالای سر زو بیسته و او را به قتل برسانه، به شهادت برسانه و بالاخره به او هم بسندن نشوند و او را حریق بداره، با آتش بکشه. حیف است. دوستان عزیز، این ثانیه بسیار دردناک است. ما را تکان داده، جهان تکان داده. این خواهر شماست که در انظار مردم افغانستان به صدها جمع شدن و حریق میشه. یعنی اینا به حد منزجر شدن، این وحشیان، این قاتلان، این صفتانی که حیوان بالای از اینا شرف داره و این را می سوزانه و حریق می داره و این لباس های خود جایی که او را با لباس خود بپوشانه، او را دفاع بداره، یکی از این جاهلان بالای از او خود بیاندازه که خوار مسیر غرض نگیرین، اینا لباس تن خود بالای حریق سوزانی که پیکر یک دختر شهید با آتش کشیدن، خندان و الله اکبر گویان بالای سر از اینا نشسته. پهلوی از او دوستان عزیز، قوای امنیتی افغانستان هم میبینین که دست به علاشه و با صورت تفنن با لباس عسکری که معاش از اونا از چند نفر بیگانه برای قوای امنیتی که قرار بود امنیت مردم برقرار بداره استادن و هیچ دفاعی از یک بشر شریف، یک بشر نجیب به دفاع نمی دارن. دوستان عزیز، سختی ثانیه دردناک است. یقینا اشک به چشم خشک میشه، دلها ملول شد، گریستیم. در اینجا و آنجا افغانای ما، مسلمانان جهان، هر یکی لعنت گفتن به همه توی قشر بدبخت خائن جاهلی که از همه، از انسانیت بیخبر، از قرآن بیخبر، از دین بیخبر، از فرهنگ افغانی و انسانی بیخبر، بالای یک خانم بی‌دفاع و گمانی که یک چند پاری از قرآن یا اوراقی از قرآن عظیم الشان با آتش کشیده شده، در حالی که این خانم خود حافظ قرآن و تلاوت کننده قرآن و پیوند داشت به خدا و قرآن. یقینا خداوند لایزال این دختره که روزی میده، چون وعده قرآن هست که کسی که به ناحق کشته میشه او شهید هست
و شهدا نزد ما روزی میخوره و زنده هستند، گمان مبرید که ایشان مرده. این حریق برای این دخترک که عزیز ما خداوند همونطور که برای ابراهیم گلزار ساخت، برای اینا هم از خداوند میخواهیم که گلهای بهشت بر رویشان بچینه و خداوند لاعزال او را استقبال کنه در بهشت برین. و یقینا همی آتش سوزان برای کسایی که سرخرو نزد خداوند برمیگردن و ناحق به قتل رسیدن. و قرآن حاکی است که بعد از شرک قتل نفس بدترین گناه شمرده شده و این کسایی که عاملین کشتار و آتش و این فجاحت و فضولی بودن، انشالله در همه تو حریقی که خواهر خدا، مادر خدا، همشهری خدا، مسلمان خدا، اینا زیر پاشنه و لگت گرفتن و با آتش کشیدن، اینا را در آتش سوزان از خداوند میخواهیم که داخل بسازه. او آتشی که یقینا خاموشی نداره، یا آتش اینجا خاموش خواهد شد و آتش سوزان دوزخ که خداوند در قرآن عظیم شان، همون قرآنی که اینا زو بناحق دفاع کردن، در همون آتش این جوانا را، این پستای وطن فروشی که یقینا قرار است که از ناموس خود دفاع بداره و ناموس خود زیر پا میداره، ناموس خود به قتل میرسانه، این بدبختا، این فاجعه عمیق است. از هر زاویه دوستان عزیز وقتی مطالعه شود سخت، یعنی افکار ملول میسازه، انسان آزرده میسازه، میرسه به این که جامعه چقدر جاهل هستیم، چقدر بیخبر از قرآن هستیم، چقدر بیخبر از انسانیت و بشر دوستی هستیم. و هر حال بدا به حال ما اینی فرهنگ ما افغانایی که یک وقتی از ناموس دفاع می کردیم، از طالب گله داشتیم که به خانما حق خانم در رژیم طالب پامال بود، از مجاهدین کسایی که فجاحت و بدبختی ها را بالای خانم های افغان حاکم ساخته، مگر به این نتیجه ما خودم شخصا رسیدیم که اجتماع سخت مسموم شده، سخت از خدا دور هستیم، سخت از قرآن دور هستیم و به حساب یک اجتماع، یک کتله حیوان صفتی که حتی حیوان جنگل با ما میخنده. دوستان عزیز، یک کتله که در اونجا شاید پشتون، تاجک، هزاره، هراتی و کابلی و همه در کابل جمع میشن و این جوانایی که امروز